خیلی ازت ممنونم که این ویدیو رو انتخاب کردید. توی این ویدیو میخوایم در مورد اشتغالزایی، کارآفرینی، صنعت، در مورد خط تولید صحبت کنیم. اگر به علاقه‌مند هستی به راه اندازی خط تولید، اگر علاقه‌مند هستی به کسب و کار، خب میخوایم توی این ویدیو در مورد اینجور مسائل صحبت کنیم. بهت یک راهنمای جامع در مورد خط تولید ذغال حبه‌ای، ذغال قلیون که جزء کالای پرمصرف هستش توی بازار ایران، تو بازار کشورهای همسایه مثل عراق، مثل کردستان عراق، مثل کشورهای عربی. خب میخوام بهت یه خط تولیدی رو بهت بگم که یعنی تو این ویدیو کامل بهت توضیح بدم که با راه اندازی چه سودایی تو همین بازار، تو همین نوسانات ارز، تو همین شرایط بازار که تو کشور وجود داره، چه سودای خیلی خوبی رو تضمینی میتونی به دست بیاری. ازت میخوام که حتما تا انتهای این وبینار با من همراه باشی. تو این وبینار میخوایم اصلا بدایگویی و نمیدونم حاشیه و مسائلی که مربوط به حاشیه اینا صحبت نمی‌کنیم، فقط چکیده چیزایی که نیاز هست که در مورد راه اندازی خط تولید میخوایم در مورد صحبت کنیم. خیلی خوش اومدی به وبینار راه اندازی خط تولید ذغال حبه‌ای یا همون ذغال قلیان. دوستان عزیز، من نمیدونم چند نفر از شمایی که دارین این ویدیو رو تماشا میکنین اهل قلیون و قهوه خونه و سفره خونه و هستین. اگه حالا اهل قلیون هم که نباشین، اهل کباب بازی اینا هستین. ذغال جزء کالای پرمصرف از دیرباز، یعنی حدود 7000 ساله که با انسان هستش و الان هم که دیگه دست ما رسید داریم برای قلیون و اینا استفاده میکنیم، برای کباب و درست کردن و اینا داریم استفاده میکنیم. توی این وبینار میخوایم در مورد راه اندازی خط تولید، اینکه این خط تولید به چه صورت هستش. من برم تو اسلاید بعدی. ببینین چکیده چیزایی که میخوایم بگیم تو این ویدیو، تو این وبینار ویدیویی دقیقا این مباحث هستن. اینکه من صاحب 700 میلیون تومان سرمایه هستم، باید چیکار کنم تو این بازار؟ این حالا 700 میلیون تومان به صورت نقد نیستش ها، طلا هستش، یا نمیدونم یه ماشین دارم، یا نمیدونم یه باغی دارم، یه خونه دوم دارم. خب میخوام وارد یه بیزینسی بشم، میخوام اشتغال زایی کنم، میخوام تو شهر خودم دست 2 تا جوون رو بگیرم بیارم تو کسب و کار، بهش حقوق بدم و خودم اصلا شروع کنم به صادرات. خب من میخوام یه کالایی بهت معرفی کنم که صادرات خیلی خوبی داره. در مورد راه اندازی خط تولید ذغال قلیون صحبت میکنیم. چرا تولید ذغال حبه‌ای قلیون، هزینه راه اندازی خط تولید ذغال قلیون، برنامه‌ریزی تولید ذغال قلیون و محاسبه میزان درآمد و سوددهی تولید ذغال حبه‌ای قلیون شست و رفته با همین شرایط بازار امروز که داخلش هستیم میخوایم صحبت کنیم. ببینید هیچ بدایگویی نیستش، همه چیز به صورت شسته و رفته هستش. هر چیزی که نیاز هستش، هر اطلاعاتی که نیاز هستش که میخوای از ذغال قلیون، ذغال حبه‌ای، ذغالای مربعی، دایره‌ای، شیش‌ضلعی، این ذغالایی که تو قلیون زیاد استفاده میشن بدونی تو این وبینار ویدیو به دردت میخوره. ازت میخوام که تا انتها با من همراه باشی. ازت میخوام که از من حمایت کنی، یعنی از مجموعه گروه صنعتی ماشینسازی متحده حمایت کنی بابت چنین محتوای خیلی خوبی که داره تولید میکنه. لایک کردن، کامنت گذاشتن، اشتراک گذاشتن این ویدیو فراموش نشه. حتما سوالاتت تو قسمت کامنت ها برای من بنویس، من بهشون پاسخ میدم. خب بریم شروع کنیم. صاحب 700 میلیون تومان سرمایه هستم، نمیدونم باهاش چیکار کنم. ببینید دوستان، تو شرایطی که الان وجود داره تو بازار امروز و تو شرایطی که الان کشورمون ایران باهاش مواجه هستش، ارزش خیلی شرایط خوبی را نداره و جزء بیارزشترین پول، حالا متاسفانه بیارزشترین پول دنیا رو ما الان داریم به خاطر حالا اتفاقاتی که تو منطقه افتاده، اتفاقات سیاسی و اتفاقات و اقتصادی که خیلی از مسئولین به توجه نکردن به مسائل اقتصادی و راند و اختلاس و خیلی از اتفاقاتی که تو این چند سال اخیر شاهدشون بودیم. این مسائل سیاسی رو من میذارم کنار، میخوام خارج از این وبینار هستش، میخوام در مورد 700 میلیون تومان صحبت کنم. ما چند دسته از افراد داریم تو جامعه که اکثر این افراد به چند دسته تقسیم میشن. یه دسته از افراد که بیشترین هستن تخصصی ندارن، یا اگر تخصصی دارن اون ریسک پذیری ها ندارن، یا همینطوری موندن که ببینن چه اتفاقاتی تو منطقه یا تو دنیا میخواد بیفته توسط غربی ها یا توسط خیلی های دیگه،
که قدرت دستشونه و ببینن که بازار ایران هم به چه بازار ایران و بازار منطقه‌ای که توش کشور ساکن است مثل خاورمیانه چه اتفاقاتی میخواد بیفته. به خاطر همین رو میارن به طلا، رو میارن به سکه، رو میارن به نقره، رو میارن به دلار، رو میارن به ملک و زمین. من با این دست از افراد کاری ندارم. این که میخوام پولشون رو ببرن، این دست از افراد یه عده بسیارشون هستن که قدرت ریسک پایینی دارن. من با اینا کاری ندارم. من با دست از افرادی کار دارم که نزدیکای 700 میلیون تومان اینا درآمد پول دارن، حالا به منظور نقد نیست، حالا سرمایه‌ای دارن، یا اگر کلش رو ندارن با یه نفر دیگه یا با 2 نفر دیگه شراکتی میتونن این مبلغو بغل دست هم دیگه بذارن و به این رقم برسونن. خب این خیلی راحت میتونن و یه اشتغالزایی کنن. حالا شاید الان بپرسین که خب اشتغالزایی الان خیلی از تولیدی‌ها خوابیده، خیلی از کسب و کارها برشکسته شدن، تعلیه نیرو میکنن. بله خیلی از اتفاقای منفی تو این کشور تو بحث اقتصادی و تو بحث کسب و کاری افتاده و بازم داره میفته، ولی تو بعضی از کالاها که کالاهایی هستن که مردم زیاد باهاشون سر کار دارن و ازشون به عنوان سرگرمی، به عنوان نیاز، به عنوان لذت، به عنوان اینکه وقتشون بگذرونن ازشون استفاده میکنن. یکیش همین زغال هستش. یعنی چی؟ یعنی زغال حبه‌ای، زغالی که ما داریم ازش استفاده میکنیم. حالا این زغال به چه منظور هستش؟ ببینید شما، من حالا در مورد 700 میلیون تومان صحبت کنم. اگر صاحب 700 میلیون تومان هستی یا تو شهرستان، تو هر نقطه از کشور، یا تو کشورهای همسایه مثل کردستان عراق هستی، تو کشور افغانستان هستی، تو کشورهای فارسی زبان هستی، خب کشور دور همسایه هستی و این مبلغ خیلی راحت، اگه کشور همسایه باشه که این مبلغ ناچیزه در مقابل ارزی که ما داریم. شما اونایی که تو کشور همسایه هستن ارزششون از ما با ارزش‌تره، پولی که رایج است تو بینشون ارزشش از ما با ارزش‌تره از ریال ما. خب خیلی راحت میتونن 700 میلیون تومان. خب شما با همین خط تولید میتونی درآمدهای خیلی خوبی داشته باشی. یعنی بیای وارد این صنعت بشی، خط تولید زغال حبه‌ای، زغال قلیون تولید کنی و کاملا یه سودای خیلی خوبی ببری و اشتغالزایی کنی و یک منفعتی واسه جامعه و واسه کشورت، واسه شهرستانی که داری داخلش زندگی میکنی داشته باشی. که اگر شما نگاه کنین کشورهای پیشرفته را، یه دلیل داره که موفق شدن. دلیلشون اینه هستش که سرمایه گذاری میکنن رو بیزینس. خب سرمایه گذاری میکنن رو صنعت، سرمایه گذاری میکنن رو کسب و کار. شاید بگی بابا اینجا ایرانه. نه، تو همین شما تاریخ هم مطالعه کنی، ژاپن بدتر از ایران بود، آلمان بعد جنگ جهانی دوم بدتر از ایران بود، ولی خب الان این کشورها کجا هم؟ ویتنام هم همینطور، چین هم همینطور و خیلی از کشورهای دیگه که اصلا بخوایم اسمشون رو ببریم کلی هستن. خود آمریکا هم همینطور. خب اصلا همه کشورها چنین برهه‌ای رو گذروندن، کشور ما هم بارها گذرونده و بازم داره میگذرونه. خب میخوام بگم که اگر بخواین این شرایط رو تغییر بدیم، باید با کسب و کار، با این که بخوایم ارزا تو کشور به دست همدیگه بدیم، میتونیم این چرخ اقتصادی رو بگذرونیم. چرا راه اندازی خط تولید زغال قلیون؟ دوستان، زغال قلیون یکی از زغال‌های پرمصرف تو بازار ایران و بازار کشورهای همسایه هستش که شما میتونین از این زغال رو تولید کنین. خب خیلی راحت این زغال تولید کردنش خیلی راحته، دستگاهاش نسبت به دستگاه دیگه خیلی ارزون تره و جوری هستش که بازارش هم اصلا اشتباه نیست. شما هر چقدر هم که تولید کنی مشتری هست، نه تنها مشتری ایرانی. تو همون سال اول که کارگاه اینا داری، تو همون سال اول شما میتونی وارد عرصه صادرات و اینا بشی و مشتری خارجی جذب کنی. همه اینا رو ما بهت کمک میکنیم، حالا در انتها بهت میگم. خب پس این در مورد مبحث چرا زغال حبه‌ای. یک همین ویدیو رو تماشا کنین که فرایند کار زغال اینا رو کاملا خودتون شاهد باشین. اینا همه زغال حبه‌ای ان که الان برش خوردن. بعد خط تولید زغال حبه‌ای یا زغال قلیون خیلی خط تولید شیرینیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مشتری داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما
توجه کن دور و برت، اگه خودت هم قلیونی نباشی چقدر دور و برت آدم قلیونی است، دوست، نمیدونم همشهری، فامیل، چقدر دور و برت آدم قلیونی هستش که و از این هفته‌ای باید 2-3 دفعه و بعضیاشون دیگه هر شب باید قلیون رو بکشن بعد بگیرن بخوابن، باید فیلم دارن تماشا میکنن باید قلیون رو از قلیون استفاده کنن. حالا شما فکر کن مثلا تو کشور خودم اینطوریه، تو کشور عربی که دیگه مصرف قلیون خیلی بالاست، نمیدونم چند نفرتون تجربه سفر به کشور عراق داشتین، چقدر عربای کشور عراق قلیون مصرف دارن میکنن، خب و چقدر بازار این زغالای حبه‌ای قلیونی تو کشور عراق بالاست. خب به خاطر همینه که الان دلیل این چرا وارد خط تولید زغال حبه‌ای بشیم دارم بهتون میگم که شما باید خودتون بیاین و این خط تولید رو لمس کنید تا بدونین که چقدر بازار گسترده‌ای داره و از همه مهمتر دوستان ریسکش خیلی پایینه. یعنی چی؟ یعنی سرمایه اولیه زیادی نمیخواد، 700 میلیون تومان رقم زیادی نیست، پول یه ماشینه، پول یه چند تیکه سکه و طلا هستش. اگه 2 نفر که با هم دیگه باشن شراکتی، هم زورشون بیشتره، همین که میتونن توان تولید بیشتری دارن، همین که میتونن کار سریعتر با قدرت بیشتری گسترش بدن، کاری که تو چند سال ما واسه خیلی ها راه اندازی کردیم. در مورد زغال من یه چیز دیگه هم بگم دوستان، زغال همه میتونن وارد صنعت زغال بشن، حتی کسایی که از کارمندی خسته شدن، با درآمد ماهی 18 تومن 20 تومن 25 تومن خسته شدن و دنبال این هستن که خودشون یه کسب و کاری داشته باشن، خودشون کارفرما باشن، خودشون حقوق بده باشن، میخوان یه خط تولیدی راه بندازن که ازش خیلی بتونن درآمد خیلی خوبی با کمترین دردسر اینا به وجود به دست بیارن. خب حالا کسایی که کشاورز هستن، کسایی که تو شهرستان هستن و نمیدونن بعد الان چیکار کنن، بیاین وارد خط تولید زغال حبه‌ای بشین. دوستان عزیز، حالا اینا رو میخوام آخرش بگم ولی همین الان بهتون بگم، ما تمام مواد اولیه‌تون رو 0 تا 100 تامین میکنیم. خب این یک، و هر چی زغالم تولید کردی ما ازتون میخریم، قرارداد کتبی باهاتون 10 ساله میبندیم که 10 سال هر چی زغال تولید کردی بدی به ما. خب اما در مورد باز زغال بگم، اینکه زغال به چه صورت هستش. دوستان زغال، خط تولید زغال زیاد کار سختی نیستش، هیچ آلایندگی نداره، مخصوصا خط تولید زغالای حبه‌ای. خب زغالای حبه‌ای هیچ آلایندگی نداره، شما خیلی راحت میتونید این زغال با همینطوری که تو این دستگاه دارین میبینید، یه بچه 10 ساله هم میتونه تمام این کارا رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی که خاک زغال با نشاسته، حالا نشاسته صنعتی ترکیب کنه و بیادش داخل این دستگاه بریزه، حالا با اون ترکیبات و با اون چیزایی که نیاز هست انجام بده و بیاد داخل دستگاه بریزه و بعد شروع کنه به تولید چنین زغالای با کیفیتی که برای مصرف کننده میتونه بده. یه لحظه خودتون فرآیند رو کاملا ببینین. ببینید چقدر راحته. الان اینجا میاد، الان به این میگن دستگاه نقاله صنعتی که برش میده زغالا رو. نگاه کنید چقدر قشنگ قالب بندی کرد، زغالا رو برش دادش. برش زغال حبه‌ای با دستگاه نوار نقاله که همین چیزی که شما الان شاهدش بودید. خب ما چند تا دستگاه داریم خب توی خط تولید زغال. حالا الان من یه لحظه وارد سایت بشم. ببینید دوستان، این سایت گروه صنعتی ماشینسازی متحدان هستش که حدود 12 سال هستش که در زمینه تولید انواع دستگاه‌های تولید زغال و خدمات پس از فروش انواع قطعات دستگاه تولید زغال و خود زغال فعالیت میکنه. الان من یه لحظه کاتالوگ رو باز کنم. این کاتالوگ دستگاه راه اندازی خط تولید زغال حبه‌ایه. حالا این کاتالوگ رو شما هم داخل سایت هم میتونین ازش استفاده کنین. این الان یه دستگاهشه، دستگاه اکسدور زغال هستش که تولید انواع زغال حبه‌ای، همون دستگاهی که داخل فیلم نگاه کردین داشتش، حالا نیرو داشت از زغال رو تامین میکرد. انواع زغال حبه‌ای گرد، مربعی، شیسلیا میتونید
دارای دینام 5.5 اسب بخار، دارای الکتروموتور 3 فاز و تک فاز هستش. ظرفیت تولیدش 500 تا 800 کیلو تو هر شیفت بستگی به ولتاژ برق هستش. دوستان این دستگاه با برق تک فاز، اگر سولتون 3 فاز باشه عالیه، با برق تک فاز هم کار میکنه. خب ابعادش 1500 تا 1250 هستش. یه چیزی هستش که خود گروه صنعتی ماشین سازی متحدان متخصصین فنیش این دستگاه رو تولید کرده و یه دستگاه کارآمدی هستش که شما میتونید از باهاش زغال تولید کنید. شما زمانی که میایین مثلا خط تولید رو اندازی کنین، اولین دستگاهی که بهتون میدیم 4 تا دستگاه هستش. دستگاه دومی که بهتون باید بدیم که ازش استفاده کنید دستگاه صنعتی نوار نقاله است، همون چیزی که داخل فیلم نگاه کردین، به همراه اسلایسر زغال. ببینید زمانی که با همون تماس بگیریم برای مشاوره تمام این کلمات کلید، کلمات واژه‌ای که دارم به کار میبرم و اونجا بهتون توضیح میدم که به چه شکل هستش. دارای الکتروموتور تک فاز به همراه اسلایسر زغال 10 تیغ الماس با الکتروموتور مجزا، ابعاد 3550 در 800 هستش. دستگاه صنعتی میکسر یه کاری هستش که شما میتونین با این دستگاه شما باید خاک زغال و اینا رو با همدیگه ترکیبش کنید، حالت میکس کردن هستش. بهتون میگم اینم به چه صورت کار میکنه. ظرفیت اسمیش 250 کیلو الکتروموتور تک فاز و 3 فاز 4 اسب بخار. کارایی هم ترکیب مواد اولیه. مواد اولیه یعنی چی؟ یعنی شما خاک زغال رو با یه خورده آب و با نشاسته که نشاسته صنعتی هستش که خودمونم تولید کننده نشاسته صنعتی برای زغال و بقیه محصولات صنعتی هستیم، نشاسته صنعتی رو همه اینا رو تامین میکنیم. هر چی که مواد اولیه هست اینا رو همه رو ما براتون تامین میکنیم. اینا گونه‌های نشاسته صنعتی هستن که شما خودتون دارین کاملا ملاحظه میکنید. این نشاسته صنعتی ها ترکیب میشه با خاک زغال، با یکم حاله فرمولی هم داره که با همه اونا ترکیب میشه تو دستگاه میکسر و بعد به دستگاه اکستردور داده میشه و بعد زغالی که میخواین رو بهتون میده. من ادامه بدم. دستگاه بعدی هم دستگاه صنعتی آسیاب هستش. کارهای خرد کردن مواد اولیه زغال. اگر مثلا مواد اولیه درش باشه این دستگاه جزء دستگاهی هستش که تو کارگاه ازشون استفاده میشه و برای خرد کردن. الکتروموتور تک فاز و 3 فاز داره، 5.5 اسب بخار. تمامی این دستگاه از 0 تا 100 شا تمام گروه فنی و متخصص ماشین سازی متحدان که حدود 12 سال هستش که در زمینه تولید و ساخت انواع دستگاه تولید زغال فشرده، زغال حبه‌ای، زغال خاکره‌ای، زغال چینی، زغال کبابی، زغال قلیان، زغال حبه‌ای، هر نوع زغالی که تو بازار تقاضا داره دستگاهشو تولید میکنه که اینایی که داریم شما تو این کاتالوگ ببینید تمام دستگاه‌های راه اندازی خط تولید زغال حبه‌ای هستش. حالا این کاتالوگ رو شما هم میتونین خودتون از داخل سایت دانلودش کنین، و ببینید. فقط وارد سایت ماشین سازی متحدان بشین، بیاین تو قسمت پایین دانلود کاتالوگ دستگاه خط تولید زغال حبه‌ای که کلیک کنین، این برای دستگاه خط تولید زغال خاکره‌ای هست، این برای دستگاه خط تولید زغال حبه‌ای هستش. کلیک کنین میتونین این کاتالوگ‌ها رو به دست بیارین. اما میزان درآمد و سوددهی تولید زغال حبه‌ای با خط تولید نیو توربو چقدره؟ قیمت تموم شده هر کیلوگرم زغال حبه‌ای درجه 1 با کسر هزینه‌های تولید 15500 تومان هستش که در بازار هر کیلوگرم زغال حداقل 22000 تومان به فروش میرسه که میزان سوددهی هر کیلوگرم زغال حداقل 6500 تومان هستش. بخوام شست و رفته اینا بگم یه ذره تخصصی و نیاز هستش که به کاملا بهتون توضیح بدیم که حالا تماس گرفتین تو پشت تلفن یا حضوری تشریف آوردین مجموعه کاملا بهتون اینا رو توضیح میدیم. ولی بخوام به قیمت امروز دارم میگم و من نمیدونم شما تو چه تاریخی دارین این ویدیو وبینار رو تماشا میکنین، ولی الان ما تو آبان ماه 1404 هستیم و به قیمت و من دارم در مورد هزینه‌ها و قیمتایی که دارم صحبت میکنم تو آبان 1404 دارم صحبت میکنم. به قیمت امروز ماهی شما 60 میلیون تومان به صورت سود کامل، نه 60 میلیون تومان در بیارین که هزینه استهلاک دستگاه رو بدین، نمیدونم هزینه
برقو بدینا، هزینه نمیدونم آبو بدینا، هزینه باربری رو بدینا، هزینه کارتون رو بدینا، هزینه نشاسته رو مواد اولیه رو بدین. نه، همه اینا شسته رفته هزینه هاشو دادین. 60 میلیون تومان خالص شسته رفته برای خودتون میندازه. 60 میلیون تومان به قیمت، به تاریخ امروزی که دارم میگم، امروز آبان ماه، تو ماه آبان هستیم سال 1404. حالا شما این ویدیو رو دارین کی تماشا میکنین، تماس بگیرین، اون موقع قیمت‌های بروزتری رو بهتون میگیم. اما برآورد هزینه‌های راه اندازی خط تولید زغال لبه، اگر به قلم و کاغذ داری اینا رو حتما بنویس که بدونی به چه صورته. باز دارم میگم این قیمت‌هایی که اینجا دارین میبینین قیمت‌هایی هستش که شسته رفته هستش و به قیمت امروز هستش. شما اگر یه تاریخ 8-9 ماه، 1 سال، 2 سال بعد دارین این ویدیو رو تماشا میکنین، مسلما تمام این قیمت‌ها تغییر کرده. قیمتی که امروز میخوایم بگیم تو آبان 1404 خرید دستگاه صنعتی حدود 500 میلیون تومان، شما از اون 700 میلیون تومان باید بدین واسه دستگاه. اجاره ماهانه سوله 20 میلیون تومان. این حالا بستگی به شهر و شهرستان داره، حتما باید 10-15 کیلومتر خارج از مناطق مسکونی اینا باشین. خب اگر تو شهرستان هستین، اونایی که تو شهرستان هستن حیاطای خیلی بزرگی دارن، گاراژ دارن، نمیدونم سوله خودشون دارن. خب اون شمایی که تو شهرستان هستین از بقیه کسایی که تو شهر هستن خیلی جلوتر هستین. شما فضا دارین، فضای باز دارین، خیلی راحت میتونین این خط تولید رو راه بندازین. هزینه‌های جانبی هم آب و برق و گاز 10 میلیون تومان ماهانه. باز اینا بستگی داره به منطقه‌ای که داری زندگی میکنین. هزینه بسته‌بندی زغال 10 میلیون تومان. خب هزینه ماهانه 2 نیروی کار به علاوه بیمه 32 میلیون تومان. 2 تا نیروی کار حتما میخوای. اگر خودت هم به عنوان کارفرما حتما باید باشی. هزینه‌های جانبی هم مثل استهلاک، مثل روغن و گریس که به دستگاه میزنن و خیلی از چیزهای دیگه، مثلا خرید بیل و فرغون و یه چیزایی که مثلا تو کارگاه ازش استفاده میشه، استهلاک دستگاه اینا هستش، یا باربری میادش. خب اینا 10 میلیون تومان میشه در طول ما. مجموع قیمت امروز 600 میلیون تومان، یا با همون که 100 میلیون تومانش هم بگیم یه جا رو شما سوله جایی گرفتی و مستقر شدی، حدودا 600-700 میلیون تومان و 600 میلیون تومان به علاوه 100 میلیون تومان که بشه 700 میلیون تومان پول هزینه ودیعه سوله یا اون مکانی که گرفتی. شما هزینه راه اندازی این خط تولید میشه 700 میلیون تومان. رقم زیادی نیست، مخصوصا کسایی که اگر شرایطشون ندارن با 2 نفر شریک بشین، کاری که خیلی دارن انجام میدن و دارن ازشون استفاده میکنن. دوستان باز با من همراه باشین. اگر تا الان سوالی دارین، نکته‌ای هست، جای گنگ بودش، نمیدونم خیلی از مسائل دیگه، حتما تو قسمت تو هر پلتفرمی که دارین این ویدیو وبینار رو دارین تماشا میکنین، حتما تو قسمت سوالاتشون، تو قسمت دیدگاه ها سوالاتتون بپرسین. من توی سریع ترین زمان ممکن بهتون پاسخ میدم. خب اینجا به کارخونه نشاستمون هستش که نیروها دارن نشاسته بارگیری میکنن. همه اینا رو ما براتون تامین میکنیم چون خودمون همه اینا رو داریم و هر زغالی هم که شما تولید کنین همه رو ازتون میخریم. بعد یه مورد دیگه هم من بهتون بگم دوستان. ببینین من تو اسلاید قبل برگشتم گفتم ما تو به تاریخ امروز شما اگر مثلا امروز مثلا شما به این ماه مثلا اگه قرارداد بستین و راه اندازی کردین خط تولیدات، ماهی 60 میلیون تومان درآمد داره. این 60 میلیون تومان دوستان به این نکته توجه کنین، این 60 میلیون تومان برای تایمی هستش که شما دارین زغال هایتون رو به ما میدین. اگر خودتون زرنگ باشین، اگر خودتون بازاریابیتون خیلی خوب باشه، ویزیتور باشین و اینکه خودتون 4 نفر رو پیدا کنین که تو بازار آزاد بفروشیم، بدون شک 20-25 میلیون تومان به درآمدتون افزایش پیدا میکنه و سود ماهانه 70-80 میلیون تومان، 75 میلیون 85 میلیون تومان در میارین. خب یک سود خیلی خوبی رو تجربه میکنه. اون 60 میلیون تومان که بهتون گفتم، اون 60 میلیون تومان برای زمانی هستش که شما دارین زغالاتون رو به ما میدین. خب هر چی تولید میکنین به ما میدین، خودتون ببرین تو بازار آزاد بفروشین یا خودتون مستقیم برین با عراقی ها، برین با عرب های کشورهای همسایه دور خلیج فارس
با اونا خودتون مستقیم معامله کنید، خودتون مستقیم قرارداد ببندید، بیشتر از اینا سود میکنید. اما پاسخ به سوالات مخاطبان درباره راه اندازی خط تولید زغال، هر چی که سوال هستش حتما تو قسمت دیدگاه بنویسید، من بهتون پاسخ بدم. اما چند تا از سوالات رایجی که هستش من بهتون پاسخ میدم. یکی این که خیلی ها میگن که خب ما اینا آورد، من اصلا فنیکار نیستم، من اصلا نمیدونم تو عروسک میفروختم، نمیدونم لوازم آرایش میفروختم، نمیدونم شیرینی پزی داشتم، اصلا هیچ کار فنی آنچنانی نمیدونم. ببینید دوستان، میپرسن که خب من میخوام کار فنی انجام بدم، مثلا این دستگاه رو میخوام وارد یک کار صنعتی و فنی بشم، من آخه میمونم باید چیکار کنم؟ ببینید دوستان، برای این دسته از افراد که چه این سوالی رو دارن میخوام بگم، اصلا کار کردن با هیچ کنم از این دستگاه هایی که گروه صنعتی ماشینسازی متحدان ساخته و در خدمت شما به خدمت شما میده که شما تو شهر و شهرستان خودتون ازش استفاده کنید، اصلا سخت نیستش. یه بچه 10 ساله یا بچه 15 ساله هم خیلی راحت میتونه با این دستگاه کار کنه. فقط شما باید یکم ارادتون رو جذب کنین و تمام این دستگاه ها رو که نوع تولیدش و اینا هستش ما براتون تو همون سوره خودمون تو کارخونه خودمون بهتون آموزش رو میدیم و هر سوالی هم که بود به صورت تلفنی یا واتساپ و به صورت آنلاین و اینا همه رو کار رو پیش میبریم و اگر هم نیاز بود نیرو میفرستیم که اون نیرو کار رو ببره جلو. بهتون میگیم کدوم قسمت ها رو باید گریس بزنین، کجا رو باید استلاکا، کجا رو باید هر از گاهی مثلا چفتش کنین، با پیچ و مهرش رو محکم کنین یا شل کنین، همه اینا رو بهتون میگه. مثلا کار کردن با هیچ کنون این دستگاه سخت نیست، فقط میبینین همینطوری بچینین رو نوار نقاله، یه دکمه رو بزنین، خود نوار نقاله میبره جلو، بیاین برش میده و همین راحتی شما داخل سینی میذارین و میذارین توی حیاتتون یا توی قسمتی که گرم باشه و این زغالا رو یک روز بعد برمی‌دارین خشک خوش میشه میریزین تو کارتون. سوال بعدی هم اینه که آقا ما چجوری بازاریابی کنیم؟ ببینین بازاریابیش اصلا کار سختی نیستش. در مورد زغال من یه چیزی بهتون بگم، اگه کس خیلی هستن که بهش توجهی نمیکنن. زغال دوستان، هر نوع زغال، یا نه فقط زغال حبه قلیون، هر نوع زغال خب تاریخ انقضا نداره دوستان. خیلی مهمه این مسئله. اگر میخواین این فاکتور رو خیلی ازش بدونین که چقدر فاکتور مهمی است، بریم با کسایی که مواد غذایی دارن میفروشن، با کسایی که دارو دارن میفروشن، با کسایی که عرقیجات دارن، عطاری دارن، عرقیجات دارن میفروشن، از اونا بپرسین تاریخ مصرف چقدر فاکتور مهمیه. زغال تاریخ مصرف نداره. خب شما مثلا پر کنید تو کارتون، الان این ماه فروش نره، 3 ماه دیگه به قیمت اون روز میفروشی، خراب نمیشه یا نمیدونم فاسد نمیشه یا نمیدونم کپک نمیزنه، هیچ اتفاق خاصی که نمیفته. فقط تو فضای مرطوبی نباشه یا جایی نباشه که بارون بیادش خیسشون کنه یا نمیدونم آب بره زیرشون، توی زیر زمین باشه، زیر زمین نمدار، اینجور چیزا، فقط جای خشکی باشه. بعد برای نگهداریشون نیازی نیست جای ترتمیزی باشه. ببینین اینا همه مهمه. شما یه جا باشه که یه اتاق باشه که گچ خاک شده باشه، بریزین تو کارتون زغالا رو نگه دارید. خب مثلا عرقیجات نیستش که حتما باید جای ترتمیزی باشه اینا نگه دارم، یا مثلا دارو نیستش که حتما باید تو یخچال نگرش دارم. خب یه جای نیازی نیست حتما جای ترتمیزی باشه. ترتمیز به معنی اینه که شیکومیک و کاشی و سرامیک و اینا باشه، نه، یه جایی که گچ خاک هم باشه شما میتونید زغالا رو نگه دارید. و مورد بعدی هم در مورد این که زغال دوستان یکی تاریخ مصرف نداره، یکی هم که گفتم فضای نگهداریش خیلی راحته، یکی هم این که برند دوستان تنها محصولی هستش که برند زیاد توش مطرح نیست. یعنی چی؟ یعنی شما زغال رو تولید کن، با کیفیت خوب تولید کن، اصلا با برند خودت بده، باز یه نفر دیگه زغال تولید کنه با کیفیت خوب. کسی تا حالا اصلا خودتون هم که به عنوان کسی که اصلا قلیون داریم میکشین یا برای کسی که قلیون داره میکشه زغال خریدین، تا حالا شده بریم مثلا بگین که من مثلا زغال با برند ایکس میخوام، یا مثلا زغال با برند مثلا چی میخوام. من ببخشید یه جواب آقا حمیدو بدم. آقای حمید نصر اصفهانی عزیز، ببین من این فیلمش داره ضبط میشه، من نمیدونم امروز چی شده که
کامل حالا تصویر نیست، فقط صدای من هستش. من از شما شخصا معذرت میخوام و ازتون میخوام که من اینو آپلود میکنم و شما تا 2-3 روز آینده، نهایتا تا 2 روز آینده، 3 روز آینده این ویدیو رو کاملا میتونین به صورت فیلمشه که با کیفیت خیلی خوبی ضبط شده آپلود کنید، یا به صفحه، به کانال آپارات یا یوتیوب ماشینسازی متحدان که داخل وبسایت ماشینسازی متحدان هست مراجعه کنین، اونجا هم آپلود میشه، اونجا هم میتونید ببینید. این ویدیو رو که با کیفیت بهتون میدم. من امروز اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاده که تصویر واسه کسایی که تو وبینار شرکت کردن نمایش داده نمیشه. حالا همه اینا رو بهتون میگم. حالا تا انتها با من باشین با همین صدای من. باز برای معذرت خواهی گل براتون میفرستم که امیدوارم که این معذرت خواهی منو بپذیرید. اتفاقی هستش که تو خود پنل ای سمینار وبینار افتاده. اما سوال بعدی که در مورد مخاطبان در مورد راه اندازی، آقا این سوددهیش از ماه اوله؟ بله از ماه اوله. شما از همون ماه اول که شروع کنی زغال خوب تولید کنی و اون زغال خوب رو به دست ما برسونی، ما 60 میلیون تومان رو به تاریخ امروز که گفتم آبان 1404 راحت شما به دست میاریم. و مورد بعدی هم این که این کار، این صنعت گسترش خیلی داره، بازار آزادش خیلی خیلی باز هستش و شما میتونین توی این صنعت همینجوری رشد کنید. یعنی سقف رشدش اصلا کوتاه نیستش، خیلی راحت میتونید داخلش رشد کنید. اینا سوالاتی بود که پرتکرار و ما در موردش صحبت کردیم. ببینید وارد وبسایت ماشینسازی متحدان بشین، میخواین در مورد دستگاه ها بیشتر بدونین، فقط کامی تو قسمت منو، تو قسمت خرید قسطی دستگاه تولید زغال وارد بشین و تمام دستگاه ها با مشخصاتشون، حالا دستگاه خاکره‌ای هم هستش، تمام دستگاهی که خود گروه صنعتی ماشینسازی متحدان تولید میکنه داخل وبسایت هستش که میتونید ببینید. و یکی این مورد، حالا باز در موردش صحبت میکنیم، این هم شماره تماس هستش. شما شماره تماس ما رو حتما سیو داشته باشین و تو ساعت کاری و تو زمان کاری و تو روز کاری تماس بگیرین. دوستان جمعه تماس نگیرین، از ساعت 5:30 به بعد، 5:30 یا نهایتا 6 به بعد با ما تماس نگیرین. سعی کنین که تو ساعت کاری و تو روزهای کاری تماس بگیریم. مجموعه ما از ساعت 8:30 هستش تا ساعت 5:30 بعد از ظهر. پنجشنبه هم تا ساعت 2 بعد از ظهر، از ساعت 8:30 تا 2 بعد از ظهر. به خاطر همین میگم که تو این ساعت‌ها تماس بگیرین و با مجموعه، با مشاورین صحبت کنین. و اینکه هر چیز اگه باز راه ارتباطی از ما میخواین، فقط کافیه که توی گوگل همین چیزی که دارین مشاهده میکنین بنویسین ماشینسازی متحدان. وبسایت ماشینسازی متحدان دوستان به جرئت میتونم بگم که غنی ترین وبسایت تو زبان فارسی تو صنعت زغال هستش. تو صنعت زغال فشرده، زغال قلیون، زغال حبه‌ای، زغال کبابی، هر نوع زغال، زغال فلافلی، هر نوع زغالی که تو بازار میخواین در موردش اطلاع داشته باشین و بازاریابیش و اینکه این صنعت چطور صنعتی از راه اندازیش به چه صورت، خط تولید زغال وافور به چه شکله، هر چیزی که شما میخواین در موردش اطلاعات، در مورد هر چیزی که مربوط به زغال، دستگاه زغال، قطعات دستگاه زغال، هر چیزی که بازاریابی زغال، فروش زغال، صادراتش به کشور همسایه، تجارتش، از مواد اولیه‌اش، هر چیزی که میخواین داخل این وبسایت هستش که شما میتونین اطلاعات غنی رو به دست بیارین. تمام دستگاه ها ویدیوهاش داخل وبسایت هستش که میتونین ویدیوهای کارکردش رو تماشا کنین و آپارات ما رو دنبال کنین، یوتیوب ما رو دنبال کنین، ایتای ما رو دنبال کنین. ما تو تلگرام هستیم، تو تیک تاک هستیم، تو لینکدین هستیم، تو اینستاگرام هستیم. فقط کافیه که ماشینسازی متحدان هر جایی که هستش سرچ کنین و ما بالا میایم و میتونین شما ما رو دنبال کنین و از محتویات ما استفاده کنین. اگر سوالی چیزی دارین حتما بپرسین، تو قسمت توضیحات حتما بپرسین. و ازتون هم میخوام دوستان حتما این ویدیو وبینار رو
با بقیه عزیزان که علاقه‌مند هستن به صنعت، به کارآفرینی یا سرمایه دارن و نمیدونم باید چیکار کنم، به اشتراک بذارین تا از این ویدیوهای که با محتوای با کیفیت هستش استفاده کنم بقیه عزیزانم و عزیزانی که تو شهرستان هستن و میخوان اشتغال زایی کنن، یعنی ژن کارآفرینی تو درونشون هستش و یه سرمایه‌ای دارن یا میخوان 2 تا جوونن یا یه زن و شوهر هستن میخوان شراکتی کسب و کاری راه بندازن، کاری که خیلی‌های دیگه تو این چند ساله اومدن پیش ما و ما براشون راه اندازی کردیم خب و نتیجه خیلی خوبی رو دیدن. شما هم اگه میخواین این کار انجام بدین حتما این ویدیو رو با بقیه به اشتراک بذارین و خودتونم با ما تماس بگیرین. و در آخرم میتونم بهتون بگم که لایک، کامنت و اشتراک گذاشتن ویدیو فراموش نشه، دنبال کردن کانال هم فراموش نشه و به مورد آخر اینکه سوالات و نظرات، پیشنهادات، دیدگاه، نقد و هر چیزی که نیاز میدونین که مربوط به این ویدیو داخل قسمت دیدگاه های اون پلتفرم بذارین، من بهتون پاسخ میدم. امیدوارم که این ویدیو خیلی خوبی بود. تا ویدیو دیگه شاد، موفق و موثر باشید.